توییتر رافور 2016 دیگه فول ترین حالتش میشه. ماشین سفارش عمان، تک برگ سند، 160,000 تا کار، 3,950,000. از نزدیک که ببینی انگار رنگ شدگی نداره، ماشین خیلی تمیزه ولی خب تقریبا کامل رنگه. عقب جلوی ماشین بدون ضعف، عکسای تصادفشو دارن. یه تصادف اینجوری شده. داخل کابینش به ما میگه من خیلی کم کارم. 2 دف فول سفارش عمان با یه فنی درجه 1 بدون رنگاشو الان شما توی بازار رو پایه های مثلا 5,500-600 میتونین بخرین، ولی خب واسه اون 950 میتونین رافور 2016 فول عمان سوار شین. دوستانی که قصد خرید دارن با ما